اساسی که از حیا ایمان نهاده است، امیرالمؤمنین عثمان نهاده است. جزو کس را نبود است این تمامی، ز پیغمبر دو فرزند گرامی. کسی کو این کرامت از خدا یافت، که دو چشم و چراغ مصطفی یافت. چو ذوالنورین و هم از خاندان بود، چگونه منکر صدقش توان بود. کسی که از آسمانش این دو نور است، مه و خورشید با او در حضور است. دم از بغضش گر از دل می براری، مه و خورشید را گل می براری. گر او را دشمنی در کون باشد، که باشد نایب فرعون باشد. چنین گفت او که در بیعت مرا دست، چو با دست نبی الله پیوست. ز بهر حرمت دستش از آنگاه، به مکروهی نبود آن دست را راه. دلش دریای اعظم بود و از علم، تن او کوه راسخ بود و از حلم. چو در قرآن امام خاص و عام است، چرا در حکم خویشان ناتمام است. همه عمر او نخفتی و نخوردی، که تا در هر شبی ختمی نکردی. چو شاهد بود و قرآنش همیشه، مدامش جامع بود و پیشه. شهید قرب و شاهد گشت و آخر، ز قرآن یافت و خونش تشت آخر. اساسی که از حیا ایمان نهاده است، امیرالمؤمنین عثمان نهاده است. جزو را کس نبود است این تمامی، ز پیغمبر دو فرزند گرامی. کسی کو این کرامت از خدا یافت، که دو چشم و چراغ مصطفی یافت.